اوه 18 ساله ترکیه هزدگاه خول هرم کردستان جگیر کریه. کل 31 تاباخ 1996 ترکیه هزن خول دور آبادینان جگیر کرینه. ولی سال 2003 پارلمان کردستان بریارک در اخست جبو در کفتنا هزا ترکیه لهرم کردستان لحتانها هزن ترکیه ماینه لدور آبادینان و پارلمانتارک لپارلمان کردستان دبیجید. عراق و کردستان بوینه جه هفرکیا دوره. اكل سرورت هر هرمه که یان دولت که اول سنوریتت پاراستی بن لجهداخی افریقا کو عراق شوی کی گشتی و باشه که وی کردستان هرمه کردستانیه بیا جه الملانیا سیاسی و شرط مازن تداری دوینه تنانت کو دو دولت زلهز بگاول ناوچینه و که امریکا و روسیا و هاو پیمانی کنی دولت دیجی داعش هات یا پیکینوش برند راستی اول بن اگر هنده کو صنایع اف سنوره بین بازاندن پشتی لواندنا هزن ترکیه جبو سنور موصل چندین نرین و داخویانین جدا هات ندان هندک برازی بون و هندک جیبر نرازی بون سروک حکومت عراق خواست جبو دو روزان دوی ترکیه هزن خود ناف آخا عراق دنه هلید هرچند هزن ترکیه لسنور موصل هات نو گواستن لماین لدور آبادینان اندامه که کنسیا ریوبریا کنگره کردستان کنه کده بیجید و مانا هزن ترکیه لکردستان داگیر کرنا کردستان آرمانجا راستی جی اینانا لشکر ترکا بو کردستان پشکداری کرنا دداگیر کرنا کردستان دا او هر کس و هزولانه که پشتوانی لشکر ترکیه بگید بگومان او بجدار داگیر کرنا کردستان دا و آرمانجا سرکی هاتنا لشکر ترکیه او چه کیانت کردید هر چهار پارچه کردستان نبنو تکدانا روشا کردستان بگشتی و تکدانا یکیتی و یک ریزی نافمالا ملت کرده لدو فزانین انگهشتی نما دناف آخا هرمه دا 3235 افسر و سرباز و جندرمه هنه دگل چندین جورن چک و تقمنیان کل سر 13 بنگه و بارگهان دا پرو بینه اندامه که پارلمان کردستان جید بجید فروکه کاروسی بوده مکی کم چود نف آخا ترکیه دا لی ترکیه بلس او فروکه تکشکاند ترکیه سنور خود پارزیتن و سنور والاتا که دی درباز دکد ایاس عبدالله NRT هولر